محترم مسافران، در خط سیری یک که رقمی دولتیش 1801 می باشد راهگیرا رایگان است. این نوشتجات در نقلیات مسافرکشانی خط سیری رقمی 1 که راننده شهرت رحیموف می باشد نصب کرده شده است. این راننده 4 روز می شود که مسافران را رایگان به سمت دلخواهشان می برد. شهرت رحیموف می گوید این اقدام را با مصلحت یک دوست و برادرش با مقصد خرسند نمودن مسافران روی دست گرفت و تاکید کرد که اکثر مسافران نوابسته از آن که در نقلیات نوشتجات مخصوص که در آن راهگیرا رایگان است نصب کرده شده است به او باور نمی کنند. هنگامی سوار شدن به نقلیات بر راننده راهگیرا دراز می کنند. یکم روز وقتی که گشتگی بودم رایگان آنها پرسیدند که برای چی رایگان؟ من گفتم خیلی نیت کردگی همین مسئله نیت کردگی من از یکم تا 13 گفته و بیاد خرسند شدن خلقی. این اقدام از جانب خط سیری رقمی 1 از سنه 1 می راه اندازی کرده شده تا آخر ماه شریف رمضان یعنی سنه 13 می ادامه می کند. گروه کاری ما از نقطه نهایی خط سیری مذکور تا مرکز شهر خوجند پنجشنبه با نقلیات مسافرکشانی رایگان همسفر شد. در این مدت بیش از 20 مسافران رایگان به سمت دلخواهشان رفتند. اکثر مسافرانی که بار اول به این خط سیر نشستند از رایگان بودن راهگیرا تا جای در حیرت بودند. هنگامی پرسش بیشتر مسافران در رو از گران بودن نرخ سوزش که وقتای آخر اکثر رانندگان را نگران کرده است حرف زدند، ولی نوابسته از شرایط مذکور که این خط سیر رایگان به مسافران خدمت میکند در حق راننده دعا کرده مینداری بیان نمودند. گرچند اوضاع همین شرایط به همان زندگیش هیونه که نوابسته از اون برای همین مردم همین کاری که داشتن بسیار کاری خوب است. همه خرسند روز فروندوسن همه نداری خودشون مینرک چیزن ایثار کردن بیزار آینده کارشون برکتیت خدا. راننده شهرت رحیموف میگوید دوامی روز تا 5-6 مرتبه شهر را دور میزند. همگی در یک روز تا 400-500 مسافران را رایگان به سمت دلخواهشان میبرد و میگوید سوزشواری نقلیات را پورا دوستش که این پیشنهاد را داده بود تامین میکند. همه آدم پالن سوزشواری و اوش داده است. شما فقط اکو همین های کنید گفت مسئله ویاش سوزشواری تامین میکنم گفت. بریگادیر خط سیری رقمی 1 آتاجان آچیلوف هم این اقدام کارمندی خط سیر را برای مسافران خیلی خوب ارزیابی نمود، زیرا انجام دادن کاری خیر در عرفه ماه شریف رمضان و خدمت رسانی رایگان برای دلگرمی مسافران و روح بلندی آنها مساعدت میکند و میگوید تصمیم هست این اقدام همه ساله در ماه شریف رمضان از جانب خط سیر رقمی 1 با تشکیل 1 یا 2 نقلیات مسافرکشانی انجام داده شود. امروز چهارم روزی کاری رایگان رفته ایستاده. آینده همیشه نقشه همیشه اکن ای کدیگی نقشنده های سال آینده با شود با یکتمی یا دوتمی رایگان میشد می همیشه نقشنده های البته. گزارشی فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.